مردی که مگه کوری گوسفند رو فروختی اومد تو شهر یا آبو؟ آقای قاضی، من از همه کسایی که فحش میدن میترسم. بچه منو به دهنت نیارابی پدر از همه اونایی که تو این شهر دارن راست راه میرن که واسه یه اتفاق کوچیکی رگ گردنشون بیرون میزنه، هرچی از دهنشون در میاد به مردم میگن. من عصبانی بودم از همه اونایی که یه عمر بهم فحش دادن. امنیت روانی ما، حرمت ما دزدیده بود. وسط خیابون تو روز روشن داشت به ناموس هم فحش میداد. یه بار گم شو که تو این شهر فحش نمیده. تو استادیوم 100,000 نفر با هم میسن به ناموس این نفر فحش میدن. صداش رو تلویزیون شنیده میشه. خواهر من، دختر شما، زن مردم صداشو میشنوه. اصلا مجازات فحاشی چیه آقای قاضی؟